رسیدیم به آپدیت هفته آقا دانیال. آره ما مثل هفته گذشته ویدیو یه چیز دیگه است، آپدیت یه روز دیگه است. چرا؟ چون ما روز ریلیز اومدیم آپدیت رو بگیریم. برای چی؟ اگه گفتی تایمش خواستیم بازی رو هم ببینیم و دیشب بازی رو دیدیم و آرژانتین و مسی گوت. من بعید نمیدونم مثل قهرمان میشه. ایشالله میشه، خدای بشه. نه ایشالله ماشاءالله که کار نمیشه. من بعید میدونم. نه خدا کنه بشه. به اسپانیا خیلی خطرناک. ولی از اون ور همه گفتن اسپانیا نمیاد و فرانسه گوته و اسپانیا اگر فلان. فرانسه رو زده به نظرم نامردی آرژانتین به بازه. آردی. من فکر کنم فرانسه دیگه لازم مهره باید تیم‌ها رو 5 6 تا میزد میرفت. نظرم. ولی اگر اسپانیا اومد اون رو زده با واقعا اسپانیا به تیم این خاصی فکر کن نیست. هفته دیگه جام جهانی تموم میشه آخرین. دیگه تو دیتامونه. می‌خوای تو آپدیت چی بگی واقعا؟ یعنی من میدونم از هفته دیگه تو مثلا میگی جام جهانی که هفته پیش تموم شد. آپدیت هفته بعدش. جام جهانی 2 هفته پیش تموم شد. نه هفته بعدو گفتم داریم چون بعد یه بیایم دونه بگیم فینال قهرمان دیگه. کیه. آره دیگه. خیلی مهمه برای بقیه. قهرمان خیلی مهمه. آره. و دیده مثلا دیگه از بعد فوکسواش این از دو بعد تا اون مثلا تیم. میرو لیگ آزادگان. آفرین، چون هنوز لیگ برتر هم شروع نشده. لیگ برتر هم واقعا چیز خاصی نداره. نساجی هم داره صعود کرد اومد لیگ برتر. چقدر خوب. ولی کلا آپدیت جام جهانیمون قرار هفته بعد تموم بشه و دیگه از شر این ماجرا رو راحت میشین. من واقعا خسته شدم انقدر تو اومدی برای من نتیجه رو اینجا گفتی. دیشب پریشب دیشب یا پریشب جفتش دیگه با هم دیگه 2 روز بود. رفته بودیم پیش ابولی 4 تا سیویل. بعد از اون ور اومدم بگم اشغال کردیم 4 تا سیویل واقعا. بعد اون چه آدمایی 4 تا سیویلی که سوبرن. خب همون سگ سوبر. ما داشتیم فوتبال رو میدیدیم 2 تامون که نصف خواب بودن. یعنی حتی نمیتونست تا یک بیدار بمونن. اوکی. بعدش هم که ما رو بردی 2 تا بخوابیم حالا چقدر خوش رد داد ابوالفضل. ولی خیلی روز جالبی بود. بعد هم اومدم بگم اشغال. ما شب خوابیدیم صبح بلند شدیم امتحان دادیم این بچهای خوب. بعد رفتیم تازه آبتنی کردیم بازم اونم هلتی رو بغل کردیم و آفتاب آره خیلی زندگی سایکسوبری رو پیش گرفتیم و خسته رفتیم خونه و خوابیدیم. خوابیدید؟ نه من بدبخت منم 9 خوابیدم. من نخوابیدم بعدش. من تا 11 داشتم ادیت میکردم. واقعا دوش ادیت اینجا رو دوش آقا دانیاله و من اصلا زودتر اینجا مانیتایز بشیم زودتر جفتمون میتونیم راحت آره. میشیم به خدا. من واقعا ویدیو رو سپاسگزارم میگیریم میبریم میدیم به طرف میگیم برام ادیت کن دوباره میایم ویدیو میگیریم. خیلی خوب. یعنی ما اگر مانیتایز بشیم شاید زیادتر به ویدیو بذاریم. به نظر من کلام آقا دانیال رو نشکنیم و همین ویدیو رو به 1000 تا برسونیم. همین ویدیو رو 1000 تا برسونیم عالی میشه. حق کلامو ادا کردیم. دیگه من الان سربسته گفتم خودتون کارش کنید. و یه استریم 4 نفره داشتیم برای اولین بار تو کیک. آره. برای اولین بار برای ایران فرس آره اولین بار و اولین 2 دوربینه استریممون. خیلی سعی کردیم کوالیتی رو ببریم بالا. میکروفون این کارا امیدوارم حال کرده باشن اونایی که دیدن. ولی خب چون بستر کیک خیلی بستر نوعی بود برای ما و جای ما جای آره یه ذره ببین نگاه کن مثلا چون اطرافمون حالا شما نمیبینیم ولی حالا اگه پشت صحنه رو دیده باشین توی زیرزمینیم. آره دور و برمون سنگه خیلی ازم خرابه. آره آره دیگه حالا به قول تو نورپردازی داریم اونجا فلان داریم. یه دور حالا این صحبت‌ها رو کردیم دوباره داریم صحبت‌های تکرار می‌کنیم. ولی واقعا اگه جامون عوض بشه از همه لحاظ طبیعتاً بهتر میشه. اگه کوالیتی میره بالاتر نمیدونم دیزاینمون خیلی قوی‌تر میشه فلان میشه بیسار میشه. ولی یه تایم کوتاهی از همین الان بگم که ما قراره تو جای مختلف استریم کنیم ولی کارمون قطع نمیشه چون ما پایبندیم به شما. اونم من قول نمیدم. نه دیگه میگیریم هر جوری شده میگیریم. چجوری؟ هر جوری استریمو قول ندادم که. آره تو گفتی استریم ویدیو رو گفتم منم. استریمو قول نمیشه داد. اصلا نمیشه قول داد. ولی خیلی جا میخواد خیلی دیگه اونم مثلا خیلی بتونیم آره کاری بکنیم دیگه بیرون از خونه و اینجاست. و اینکه دیگه کلا همین دیگه. همین آپدیت خاصی نداریم. بریم سراغ اصل مطلب. تفاوت داشتن نقطه عطف ماجراست یا متقابلش. سلام خوش اومدین به فوکس باش. خب آقا دانیال تو تفاوت داشتن و تفاهم داشتن رو چجوری میبینی؟
اینجوری تو فیس تو چی خبره مثلا تو همه چی مثلا میخوای بدونی تفاوت مثلا چیز کلا خوبیه یا نه چیز بدیه. این مسئله به شرایط تفاوت میتونه باعث خوبت فکر کنم باشه. خب همین. نه ولی خب جدا دیگه توی یه سری چیزا خوبه تفاوت داشتن، توی یه سری چیزا خب طبیعتاً باعث اذیت آزار دقیقاً. ببین تفاوت داشتن به نظرم اتفاقا یه جاهایی انقدر میتونه خوب و موثر باشه که تو رو ببره جلو، ولی یه جاهایی کجا میبره جلو تفاوت داشتن یه جاهایی مثلا ببین نگاه تو مثلا یه آدمی رو پیدا میکنی میبینی از همه نظر مشکل داره، دیوونه است که چی؟ طرفت. آره که تو اونجا متوجه میشی آقا نه با این تفاهم داری به قول معروف تا یه جایی و اونجاست که میفهمی باید بیای کنار بکشی کنار. خب تفاوت و تفاهم فکر کنم چیز دیگه. تو میتونی با یه نفر تفاوت داشته باشی ولی به تفاهم هم برسی. خب ولی تفاوت داشتن یه جاهایی میگفتم خیلی میتونه موثر باشه و تفاوت داشتن رو نمیشه همیشه دستکاری کرد. ببین نگاه یه جاهایی اتفاقا توی کار ما مثلا یه تفاوت داشتن توی مثلا کانتنت ساختن خیلی میتونه موثر باشه، ولی مثلا یه سری کانتنت ها یه بیسی داره یه شالوده‌ای داره دیگه تو نمیتونی دست بهش بزنی. قرار نیست که همه تفاوت ها رو تو به تغییرش بدی به یه چیز برسید با هم دیگه، مثلا نیازی نیستش. مثلا همین تفاوت ها باعث جذابیت کار میشه. دقیقاً همینه. تو الان وارد رابطه هم میشی سعی میکنی مثلا یه مقداری با مطمئنا هیچ آدمی کپه هم نیستن، به خاطر همین این تفاوت هاست که میتونه همدیگه رو به قول معروف مکمل بشه. یعنی ببین اصلا همین تفاوته مثلا قرار نیست که مثلا شما وارد رابطه‌ای که میشی نم نم شروع کنی هم شبیه همش خیلی ناخودآگاه خیلی خود اتوماتیک یه سری تفاوت‌ها از بین میره، یعنی میگه آقا این بهتره پس شبیه هم به یه نقطه مشترک میرسن. ولی یه چیزایی که همینجوری تفاوت میمونه اتفاقا همون چیز باعث چیز میشه، باعث جذابیت اون رابطه میشه. بعد من دارم میگم الان قطعم شد نمیدونم چیا رو گفتم دوره، همین که خودت جلوی خودت باشی که دیگه جذابیت نداره. خودت مثلا 20 سال هستی مثلا فکر کن یه کپی پیست خودت رو هر روز داری مثلا تحمل گوهی میشه خدایی تو خودت دوست نداری. نه ببین من یکی مثل خودم دیگه خستم میکنه، من خودم که آقا خوشم نمیاد نگیش، ولی خب مثلا تو فکر کن مثلا من بپذیرم که سختی رفتن داخل رابطه رو و حالا بیام اونجا بعد یه گندکاری بکنم که با یکی مثل خودم برم تو رابطه، خودت رو نمیبخشه دیگه میشه گوه در گوه واقعا دیگه یه حسابتکاری بزرگی. من این سوال هم پرسیدی من بهت گفتم که شاید یه ذره اوکی نباشم که با اینکه با یکی مثلا مثل خودم باشم، منم نیستم، ولی مثلا دوست دارم اخلاقیاتم یه ذره شبیه من باشه، ولی اونم میشه گوه در. ببین اون چون منم اخلاق عالی دارم. همون مثلا تو فکر کن یکی مثل خودت. ببین من اخلاقای خوب زیاد دارم، میگه 2 بار قربونت 100 بار قربونت رفتم 2 بارم فوش بد دادم. حالا این وسط تو بالعکس اونی چی؟ مثلا مشکل همینه. مثلا میگم آقا جان تو مثلا برمیگردی میگه آقا یارو تو هم اخلاق خوب داری دیگه. من خودم خوب میشناسم، مثلا من تو هم خوب میشناسم. من به مرحله زندگی رسیدم که اگر مامانم برگرده یه بچه شبیه خودت بشه برای من دعا محسوب نمیشه، نفرین محسوب میشه. من اومدم تداعی نقطه سفید و سیاه و اینجا تو سیاهی یه با یه نقطه سفید، من سیاه هم بی سفید. دیوونه ای مگه دیگه خودت که میدونی چرا خالی میبندی؟ نه ولی واقعا خیلی اخلاق بد دارم، اصلا آدم بدیم، من خیلی آدم بدیم. میخوای چنل رو ببندیم؟ اصلا نه چرا باید آدمای بد انقدر ببینن بچه‌ها؟ اصلا چرا باید بنده خدایی که بیاد منو ببینه؟ فرق نمی‌کنه. کلا میشینیم اینجا خودمون رو تخریب کنیم. توی یه ویدیو هم گفتم برو بزن آشپزی میکنه اون چینی آشپزی میکنه رو برو ببین. برو اونو ببین چیکار. تفاوت داشتن به نظر من باید تا یه جایی با مدارا کردن پیش جلو بره. چرا؟
ببین نگاه دقیقا همون بحث اینه که نگاه شما داری مثلا یه رابطه یا همش هم میره تو رابطه این تفاوت داشتن. خب میدونی چرا؟ چون جایی که قرار اول به مشکل بزنن همون اول کاری میتونه مشکل درست شه، تو رابطه است، تو ازدواجه، تفاوت است. خب این چیز خیلی عادی نیست، نمیدونم شاید برای ما خیلی بولده، به نظر من خیلی عجیبی میتونه محسوب بشه که شما با یکی وارد رابطه بشی بعد یه هفته بفهمی تفاوت نداری بگی خداحافظ. من اونجوری نیستم. پس این تفاوت خیلی برام تابوه، خیلی برام چیز بزرگیه، نمیتونم انقدر راحت کنارش رد بشم. اگر تو یه چیزای خیلی تو عقاید با من تفاوت داشته باشه، تو سلیقه این چیزا رو کاری ندارم، تو عقاید اگه با هم دیگه تفاوت داشته باشید خیلی میتونه واسه مشکل بشه. مثلا تفاوت ما میگم چیز بدی نیست. تو آخه اومدی گفتی من دوست دارم که متفاوت خودم باشه. آره نه اینکه ولی نه اینکه برگرد بگی آقا مثلا میگی این اینجوریه و من هیچ تکونی نمیخورم. این چجوریه؟ این نه مثلا بگم من هیچ تکونی نمیخورم، همین اخلاق گویی که دارم خوبه به نظرم. خب دیگه هم دیگه نمیخوایم تحمل کنیم که مثلا قرار نیست هم دیگه تحمل کنیم. مثلا خود من 20 سال یه سال دارم خودمو تحمل میکنم، حالا بعد تو هم تحمل کنم. همون شده رفت. خوب گفتم دوستش دیگه. ببین تفاوت داشتن تو اخلاق به نظرم خیلی نمیتونه واسه مشکل بشه. تو اخلاق؟ چرا؟ مثلا من زود اگر بگم مثلا من یکی هستم که زود عصبی میشم، اون آدم صبوریه، اتفاقا این خیلی میتونه باعث تکامل بشه، اصلا باعث چیز بشه، باعث تراز شدن بشه. نه که حالا من اخلاق گو همو بگم چون تو خوب مثلا نکنم، ولی اون متوجه میشه که من اگر عصبی شدم من چون صبور نبودم زود از کوره در رفتم، اون صبور باشه خب منم آروم آروم میام پایین و من متوجه میشم خودم میام شوکه. ولی خب فکر کن آقا دو تا چیز به هم دیگه بخورن، دو تا آدمی که زود از کوره در میره، این از کوره در میره تو اولین اشتباهش، اینم از کوره در میره، تیپ و تاپ هم میزنه میره. حالا فکر کن دو تا صبور هم دیگه بخورن، انقدر مشکلات رو هم نمیگن، انقدر مشکلی که پیش اومده رو بازگو نمیکنن، این مشکل جمع میشه فردای روزگار از یه جا میزنه بیرون. تفاوت داشتن باید تفاهم برسن به تو رابطه. ببین نگاه توی تو ما الان فقط تو رابطه رفتیم، توی کار کردن خیلی ها مثلا به مشکل میخورن طبیعتا. من همیشه بدم میاد شریک داشته باشم توی کار، حالا این کار که خیلی کار مزمون میشه، ولی واقعا هم میدونی به خاطر چی یه سری شراکت رو هم میخوره، به خاطر اون تفاوته. این میگه مثلا فلان کار بکنید میگیره فلان، این میگه نه. ببین میدونی تفاهم داشتن تو آدما چه شکلیه، تفاوت داشتن تو آدما چه شکلیه. یه جاهایی ببین دقیقاً این رابطه است. حالا من اینو بارها گفتم، به خدا جدی دارم میگم، یه جاهایی یه نفر باید کوتاه بیاد، یه جایی یه نفر دیگه باید کوتاه بیاد. اینقدر مثلا گفتم هیچ وقت همه آدما شبیه هم نیستن که به یه نظر برسن. چرا اینجوری داری نگاه می‌کنی؟ نه می‌خوام چی می‌خوای بگی؟ به خاطر همین هر کی یه نظری داره. باید انقدر یه جای یکی بیاد بگه آقا اوکی بیام با منطق بره جلو، یا تفاهم اینا میذارین کنار فلان تموم میشه. درسته؟ تموم شد دیگه. اصلا خب آخه این چیزی که تو میگی تفاهم نیستش، تفاهم یه جا کوتاه بیان، کنار اومدنه، کنار داره میاد باید دیگه. خب دیگه داری به یه تفاهمی هم میرسی. خب اینجوری میدونی تو چه حالتی هم پیش میاد؟ یه حالتی هم پیش میاد که یه طرف کاملا قد و دنده است، یه طرف میگه آقا این هر چی میگه باشه. اونم خب میشه تفاهم؟ نه اونم میشه تحمل. تحمل هم بکن. ببین وقتی کار به نظرم به تحمل میرسه کار تمام شده است. آفرین. نباید بذاریم به اونجا برسه، زودتر جمعش کنیم بره راحت تره، زودتر که خرابکاری نشه. آره زودتر بیاد بیرون. ببین واقعا به قول همینا کار به چیز برسه، تحمل برسه دیگه، برای هر دو طرف سخت میشه، حال نمیده به نظرم. خیلی نباید بزنیم کار اونجا برسه، یعنی مثلا باید یه موضوع تر از تحمل جمعش کنیم. آلارم داره این ماجرا؟ آلارم داره مثلا یه ماه قبل از دیگه نه متوجه میشی دیگه، واقعا متوجه میشی، یعنی یه اخلاق گویش رو نمیذاری کنار. واقعا همینه دیگه. ببین خب وقتی کار میرسه به تحمل دیگه هر دو زودتر خسته میشن، متوجه میشی؟ بله. شما فکر کن مثلا توی رابطه تو مثلا میخوای بری پیش طرف دیگه فقط فکر مشغولی، این میخواد بیاد اینجا ور کنه، فقط میخواد نق بزنه، چه فایده داره؟ من دارم از روزم میزنم میام پیش دی فلان شده، تو میخوای بیا اینجا بشین نق بزنی، تموم شد. این چی میشه اسمش؟ تحمل. من دارم هزینه میکنم تو رو تحمل کنم، تو رو تحمل کنم. خب این درسته؟ حداقل هزینه کنم مغزم هم نرین توش دیگه. گوه نره. نه گوه نگفتم، گفتم نرین. مثلا همین تو کار ما
اگه مثلا تو روز اول میگفتی من میخوام ولاگ بگیرم، خب من گفتم من این چیز بازی خوشم نمیاد، میخوام پادکست بگیرم مثلا، همونجا تو کافه تمام میشد کار. چه قشنگ میشد، پولامون هم میمون تو جیبمون. آره خیلی بیشتر پول داشتیم. خب حالا ببین، حالا بریم سر اصل قضیه. بفرمایید. ما تفاوت فقط داشتیم از عقاید صحبت میکنیم دیگه. تفاوت داخل مثلا چه میدونم سلیقه موسیقی، چه میدونم تفاوت ها یعنی ریزا، این چیزا من نظرت باعث مشکل بشه. من خودم دیوونه این بازی ام. یعنی چی؟ یعنی اینکه من باید طرف مقابلم خیلی سلیقه موزیکیش نزدیک من باشه. خب این یه دونه از مثلا حرف اخلاقای گوه منه. نه اصلا گوه دیگه اینجا جواب نمیده برام. نه واقعا خیلی برام مهمه. قضیه چیه؟ نه ببین چیز نیست. نه چیه نمیخوام بگی. آقا به تو چه خیلی میشه؟ آقا من گفتم برام مهمه، نگفتم که باید کاملا عین من باشه. برام مهمه، دوست دارم مثلا آهنگایی که من گوش میدم دیگه مثلا اونم گوش بده دیگه، عشق دنیا رو میکنم. خب اون نمیخواد. همونطور که دیدیم گاهن پیش میاد که اصلا طرف اصلا یه بود دیگه است. نه من خیلی دوست دارم مثلا پیشون داریوش گوش کن. چرا باید این کار کنه؟ چه فکر می‌کنی همه معتادن؟ خب من معتادم. کسی که داروش گوش میده تریاک میکشه. واقعا جدی میگم به خدا، مثلا یه سری دیگه همچین مشکلای کوچیکی باعث میشه که یه سری زندگیاشون دقیقاً من خیلی دارم دیدم یه همچین چیزای مسخره‌ای باعث شده مشکل بخورن. چه میدونم مثلا برمیگردم یا مثلا این چه میدونم واقعا یه سکته نمیتونم به زبون بیارم. بیار یه سری مشکلای خیلی کوچیک باعث شده یارو از طلاق گرفته. چرا؟ بعد میدونی من میگم خیلی راحته این فهم کنم شده در رابطه بیای بیرون کلا از زندگی رو به هم بزنی. کاملا راحت شده این ماجرا که کاملا راحت شده. خب این خیلی چیز زشتی، و یه چیز اوپن ماینده، همین تفاوته. یارو برمیگردم یا آقا جان مثلا من توی 20 سالگی مثلا 7 تا تو رفتم آدمو پیدا نکردم. خب تو دیگه خدا نکرده چیز داری میکنی؟ کار بدی داری میکنی قطعا. این چه طرزشه؟ یه آقایی هست توی اینستاگرام خیلی حرفای جالبی میزنه، یه موهای بلندی داره، عینک میزنن و رکابی میپوشن صحبت میکنن. دیدیش مطمئنم؟ نه. چرا دیدیش؟ لایک هم کردی؟ آخه دیدم. آخه نمیدونم کی موش بلنده. نه آقای که چیزه میاد میگه نمیدونم حرفای انگیزشی میزنه. نمیشتم بگو شاید یادت میاد میگه آقا اینقدر یادت نیومد یادم رفت. واه آقا یارو کی موش بلنده اینک میزنه. خب یه گوی خورده دی. بعد میدونی من لایک کردم چرا یادت نمیاد یارو چی گفته؟ چی گفت؟ درباره چی داشتیم صحبت میکردیم؟ آها چیزو داشتم میگفت ببین تو که مثلا اونایی که سخت‌تر تو رابطه میرن به خاطر این نیست که احمقن. یعنی چی؟ میگه آدمایی که سختگیرترن سر اینه که انتخاباشون سختگیرانه تره و نمیخوان وارد یه رابطه ایشن که مثلا 5 روزه تموم بشه. نشدم سر اینه که کسی بهشون پا نمیده. احتمال میشه اینو داد. چون من اونجا داشتم تو گروه با سجادین صحبت میکردم بحث به اینجا رسید که مثلا چیه این داستانش. ولی واقعا همینطوریه. نه واقعا من حس می‌کنم. ولی من آره یه جمله خیلی چیزی می‌خوام این اینستاگرام بگم. آره. نشه بودش. دختر خوب تو اولین بار آره نمیگه. پسر خوبم بار دوم تلاش میکنه. آفرین. به خاطر همین خیلی هم رابطه‌ها شکل بگیره. ولی خب اینا که تو رابطه کیا تو رابطه این؟ نه واقعا یعنی همشون خرابکارن. راز موفقیتاتون رو بگین. نه این موفقیت نیست. چیه پس؟ من الان اشاره کردم گفتم دخترای خوب که تو رابطه نبودن پسر خوبم نبودن. پس اینا آدمای بدی هم دارن تو رابطه. همینو گفتم. تفاوت‌ها رو میخوام به تو نشون بدم. که الان کسی که تنها این آدم خوبیه. تو الان آدم خوبی؟ آخه یه جای اشاره کردم. من تا 20 هم آدم خوبیه تا حالا باشم. تمدید کردم قراردادم. دمت گرم. خیلی داری واقعا از جون و دل مایه میذاری. ولی خب در کل بخوام بگم نظر من در مورد رابطه در مورد تفاوت بگم دیگه اسم اپیزود رو بذاری رابطه. آره. نظر اصلی من در مورد تفاوت به نظر تفاوت چیز بدی نیست. اتفاقا این تفاوته باعث جذابیت‌های میشه توی کار، توی رابطه، توی هر چیز.
توی حتی رفاقت، اصلا توی تو هر همون چیز. اولش گفتیم تفاوت اگه نباشه واقعا دیگه لوس سخت میشه، میشه. میشه دیگه. میدونید قضیه چیه؟ مثلا چه میدونم، مثلا همه پولدار باشن. آفرین، همه پولدار باشن، همه مثلا لکسوس سوار بشن، خب دیگه به کی حال میده؟ همه حال میکنن ولی به خدا حال نمیکنن. اگر همه ماشین خوب سوار بشن، همه زورشون به ماشین بالای برسه، دیگه بهشون حال نمیده. میدونی چی الان چرا به تو حال میده ماشین بهتره؟ چون الان زورت نمیرسونه بخری. ما همیشه عاشق چیزایی میشیم که نمیتونیم بهش برسیم. این خیلی بده. به خاطر همین میشه که آدما قبل اینکه خوشبخت بشن از دنیا میرن. ولی این تفاوت‌ها میتونه باعث جذابیت بشه و همزمان میتونه دلیل خوبی برای خراب کردن اون رابطه، خراب کردن اون کار، پایان دادن اون بشه. بهونه خوبی این تفاوت کلی توی اینه که باید اتفاقا انقدر یه سطحی باشه که تو ذهنت بذاریش که انقدر بری بالا که متفاوت تر از اون چیزی که میخوای بشی. ببین برام با این میکروفون فرق نکنه حرفت. آره چون نفهمم چی. نه خب یه بار دیگه میگم، پس اون از قبل کات کن دوباره این حرف جدید. من اینو میذارم. نه نذار. نمیذارم. میذاری؟ قطعاً نذار. خب باش نمیذارم. خب وقتی میذاری دیگه تکرار نمیکنم. خب آخه نفهمیدیم چی گفتی. من میگم آقا یعنی من که تو گفتی مثلا مبل، صندلی، روشویی. من گفتم آقا تفاوت داشتن اتفاقا توی آدما خوبه. چرا؟ چون یه نقطه‌ای رو داره تو ذهنت روشن میکنه که تو همیشه بری سمت بالا اگر میخوای پیشرفت بکنی. بازم نفهمیدی. تفاوت کمک چه پیشرفت غنی میکنه. غنی من بگم مثلا اگر اون لباس دیگه ای میپوشه که تو دوست نداری تو پیشرفت کن. نه من تفاوت تو آدما رو میگم. تو بحث پول در آوردنه که تو گفتی و من الان دارم میگم. تو بحث قبلیمون گفتی آقا این که آدم میره یه ماشین بالاتر میبینه و تلاش میکنه که به اون ماشین بالاتره برسه، اون تفاوت خوبه. منم میام خیلی خوبه. تو الان فهمیدی؟ یه بار تو ادیت ببینم دیگه قطعاً متوجه میشم. خدا رو شکر. خب بچه‌ها ممنونم که تا اینجا اپیزود دیدین. این اپیزود بعد اسمش بیاد رابطه واقعا، چون همش عادت از رابطه شد. آخه میدونی چیه؟ چون اولین چیزی که تو تفاوت میاد تو ذهنت توی ارتباطت با دیگران. آره دقیقاً. چون اصلا تو داری یه کانورسیشنی برقرار می‌کنی. و ما هم تو سنی نیستیم که بخوایم در مورد ازدواج صحبت کنیم. هنوز ازدواج نکردیم. حتی شاید تو سن رابطه هم نیست. آره اگه بچه 10 ساله بیاریم منطقا اون اطلاعاتش بیشتر باشه. ممنونم که تا اینجا اپیزود دیدین. خیلی بدی. امیدوارم از این اپیزود خوشتون اومده باشه. تمام جاهایی که ما داریم و دیگه خودتون ساپورت کنین. من نمیگم میاد بالا یه دونه. آره همه جا هستیم، اونجا رو ساپورت کنین. مرسی. هر سایتی بزنی. نه میاد. نه شاید نیاد. ریخت. منم تشکر میکنم که ویدیو رو دیدید. دیگه پارسای 5 دقیقه آروم بشه جمع کنیم. طبق عادتم که یه شعر داریم. شعر امروزمون هم میگه که از درد ترک خورده و از زخم کبودیم، کوهیم و تماشاگاه رقصیدن رودیم، تن رعشه گرفتیم که با غیر نشسته است، از غیرت ما بود نوشتند حسودیم. درسته؟ چرا میخنده؟ چون جدی سوال میکنی؟ همایی که تو رابطه نمیرن سر این نیست که احمقن و اسکلن. سن چرا میخندی؟ خواهدارم گوش میدادیم چون تو دروی نبودم. تو دروی نبودم. پارسی حرف مهم دیدی یه دقیقه مردم. تفاوت زودتر بمیر. چه؟ خیلی احمقی. پارس جدیت نیاد. چرا اینقدر مغزت کوچیک شده؟ توی کار کردن تفاوت داشتن تو رابطه نرفتیم هنوز. نه توی رابطه این بحثمون تفاوت داشتن به نظر من یه جاهایی اتفاقا انقدر میتونه خوب باشه و مؤثر باشه. دنبال گوشیت داری میگردی نه؟ و اینکه چیو داشتم میگفتم یه جای ماجرا اومدم گفتم که تو گوهی. نه تو که من نه تو عزیز من. نه ولی گوهیم دیگه.